اگر امروز چون کرامت شریف صفی آنها زیاد شوند و فکر این با این روزه بودن اسنگ در آینده این به آبرو کردن است. امروز همه هست دلیل ما با برخول سود رفته ایستاده و میسپریم. شما در این عزیز پیشنهاد به خاطر چی است؟ من در حقیقت با مراجعت خود یک ابرشین از طرف من به روبری ریاست گپ زنیم، روبری دولت‌های SNG خطر SNG درباره تاجیکستان زیاد نمی‌فهمم. SNG این بلوک حربی نیست، این بلوک سیاسی است. این دستگیری بعد از برهم خوردن دولت شوروی است و دولت روسیه در نزد دیگر دولت‌ها جوابگر است. پس از دوشنبه اومدن 28 مکسیکو یک پرس کنفرانسی گذاران با همراهی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون و نقطه اولی اونا با اونو که ما امروز یک قرار قبول کردیم و دستگیری کردیم نسبت 70 سالگی پایمال داشتن حقوق انسان داشته پراو چلایی که روسیه میگن. من همین حیران عجایب بود که این شخصی بزرگ وقتی درباره حقوق انسان در تمام مسائل امروزه اسنگ صحبت ران نشستم با قلم رو گرفتم با همین هم نوشتم. ممکن آخرین شخص باشد در دولت‌های اسنگ بعد پرزیدنت ها بعد روبرانی دولت دیگر دولت‌هایی که هستند در روسیه و تاجیکستان جمعیت‌های جهانی میگم. من با اون نوشتم نقطه نظر که من هم در یک حالت حبس وجود دارم و این با بزرگی با قدرتی روسیه شده است و با دستگیری دولت تاجیکستان. شما که درباره حقوق انسان چونی که سخن در میزنی در یک دولت زیبای دنیوی در تاجیکستان در یک باد هوای خوب و من یک خواهش از شما است که چی بها میدید این صدای روسیه کار نمیکنه. حقوق شناسایی که گفتن که اپالماموچنی پاپران شویه که از خودی تاتیانا خود گام میزند ننویسید. کسی که نویسد شخصا به دولتایی که مثلا ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان تعلق دارد ما جواب نمیدیم. ما بعدتر رفتیم گفتیم با کلادور تاجیکستان با اون سخن که التماس نزدیک نشوید و با اوهان روید و با اروپا روید و خود را معجزه کنید. من در اینجا خواستم با من فهموندم که وقتی در دنیا در عریضتون رسما در عریضه است از اون چیزی که من پیشنهاد کردم در 5 صفحه بسیار پونکت‌های خوب دارد، پیشنهادهای خوب دارد. چرا اروپا پیش می‌رود؟ اما چی کمبودی داریم؟ ما می‌خوایم که دولت دنیایی باشد. خب درست ولی شما همچون در همین جا هست. چی ذکر از لیبید چی می‌خواید شما؟ من از لیبید گفتم که اون چیزی که من دیدم با چشم خود در حیات 18 سال حیاتی همچون شخصی که حقوق انسان را محافظت می‌کرد. آدمی حربی، آدمی که در جنگ‌های بود از طرف مثال در بین دولت‌ها اشتراکات از طرف قوای حربی. این شخصی که بود یک از پیدا کردن گزیت آواز تاجیکستان، جمعیت تاجیکستان. آن دستاش بسته شد و با تاجیکستان پرتافته شد. وقتی ما درباره اسنگ گپ می‌زنیم من خواهشم بودم که اگر کمیته در نزد اسنگ نسبت حقوق انسان دولت‌های اسنگ پیدا شود این برج همه ما خوبتر شود سود به مانند европейский سود در نزد стран независимых государств یعنی دادگاه تشکیل شود و در آن سود از وقتی وکیلان میروند انتخاب از طرف خط شود. من از تاجیکستان انتخاب میکنم 4 نفر اینا میروند شتاب دارن اپراولین دارن مینشینن گپ بزنن و حقوقای ما رو چون اروپا ما مراجعت میکنیم. این چی بود با کدام سبب که تمام دولتایی که از در اسنگ آنها در اروپا هستند اونا از آنجا طلب دارن ما چی میشود آینده ما بسیاری آنها در قسم کلمه‌های دیکتاتور گپ میزنن که دولت‌های اسنگ رو همچین یک دیکتاتورسکی سیستم پیش کنن میگن که یک سیستمی وای بود اون اتوریتاری میگفتن این هم بود و همین است برای اون که اگر خواهید و چیزی از دلیل‌های زیاد آوردم. یکی از پیشنهادهای من و گفته و رسوندن به خود لیبید که تحلیل کارمندان نزد جنبش مهاجران والنتیرهای تاجیکستان که زیاده از 12 صفحه هم با وزیر MVD هم با وزیر FSB روسیه که تقدیر ملت روس چی میشود پس از درآمدن مواد مادی این هم بود. این هم پیش شما برای محل مسئله شخصی خصوصی خودتون در شخصی خصوصی من به آن رسوندم که اگر امروز چون کرامت شریف صفی آنها زیاد شوند و فکرم این با این روزه بودن اسنگ در آینده این به آبرو کردن است. ولی شما از رئیس اسنگ لیبید شما چی تقاضا کردید برای حل مشکل خودتون؟ من یگانه خواستم از اون که
چون چیزی که من نوشتم، اون چیزی که مراجعت کردم، اون چیزی که در سودای روسیه پایمال شدم، سودای روسیه خریده شدم، من میخوام با یاردم شما با پوتین رسونم، با پرزیدنت روسیه رسونم. این چی به صاحبی، این چی به قدرتی انسان است. چون که من هیچ وقت شهروندی تاجیکستان هم نبودم و دو شهروندی هم من هم نداشتم. چرا این کار رو کردی؟ شما در همین عریضه مشخص نمی‌شد که از طریق لبدیف و پوتین رسید. البته هست، من با شما میسپرم این هست، البته که با پوتین رسانده شدم. همینه. در این عریضه هست، در این عریضه هم در عریضه دیگر من پیش از این پیشنهاد بودم با دیگر شاههای دولتی تو که ما با پوتین حتی با وزیر مدافع با شایگو از نام دیگر شخص من نوشتگم. حتی اگر فامیل کرامت شود در راه پارته می شود در قسمت بالا از دیگر شخص به نام یک زن نوشتم. وقتی شما مکتوب رو میکشید آنجا کرامت شریف است، در قسمت بالای کرامت شریف نیست، در آنجا یک مستوره محمدیه بود. چون این از مکتوبو خدا دستگیر شود با آنها. درست است، تشکر. حاضر مسئله بحثتون در سودها در چی وضع؟ سودایی که امروز در روسیه هستند یک سود به ورخون بالا رفت، حتی نظر هم ننمودن، نکشودن و به اعتبار هم نگرفتن، موندن که دپارتاسیون کرامت شریف درست است. دیمش که سودایی که در تاجیکستان 5 سود شد. یک سود در حالت بودن گذشت زیاده از 3 ماه گذشت در سود سامانی از قسمی پایانی و پیش از این فیض‌آباد هم بود، دیگر جا بودن که اونا با اونها تکلیف عاقبت آمده به سود شهری رسید. دیده برآمدن بعدتر نظر نشد، بعد عاقبت گرداندن اون با رئیس سود، چون که ورخون سود از ما قبول نکرد. امروز همه هست دلیل ما به ورخون سود رفته ایستاده و میسپریم همشون تو دادگاه عالی رد کردن. رد کردن. و چرا مهلتش رو درست کردن؟ ما یک اینکه مهلت درست کردن این فکرم ترس چی است. مهلتی چی رو درست؟ یک چیز رو به شما نقل میکنم. من روز جمعه در سودی شهری بودم. زن با فامیلی با نامش عبدالله زاده ندونست که من در کابینه نشستم و با تلفن صحبت میکرد که در این حالت گفت که همون شریفی که کاغذ از بالا آمد در بالای میزی رئیس سود موندم، در آنجا نوشته شده است به این نوبت یگام چی گرفته نشد. این از بالا از وزارت کارهای خارجی و از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. بعدتر من صحبت کردم که معلم گفتم من نفهمیدم شما 3 بار شد فامیلی منم میپرسید، من برای قرار سود اومدم، شما شریفوف؟ گفتم معلم من شریفوف. اوکی باشد قرار چرا یک ماه درواز کردید؟ همون قرار بود از بالا این سودا به کیلو. تشکر. سلامت. رحمت.